ایردراپ ساهارا AI. این ایردراپ چندین بخشش منتشر شده بود. اگه یادتون باشه من اینو یه اشاره بهش کرده بودم، ولی اصلا اینا رو نمیدونستم به چه شکلی میتونیم تکمیلش بکنیم. یه مقدار میدونید رادست نبود برای ما و خب الان این بخشش هنوزم فعاله، ولی بازم اصلا مشخص نیست که به چه شکلی داره کار میکنه. اما یه بخش تستنتی اومده اینجا ارائه کرده. حالا میتونیم توی این تستش شرکت بکنیم. تازه هم هست، 19 می، یعنی دیروز اومده ارائه شده و به نظرم ارزششو داره، چون 43 میلیون فاندرز داره. فاندرهای خیلی خوبی هم داره. بایننس لبز جزء فاندرهای این پروژه هستش. گفته چی؟ گفته ما یه دونه شبکه AI دیولپر ساختیم، یعنی برای سازندگان هوش مصنوعی، ولی برای همه در دسترس، یعنی هر کسی میتونه بیاد یه دونه مدل هوش مصنوعی یا یه دونه دیتا ست، یه دونه برنامه هوش مصنوعی درست بکنه توی یک محیط کاملا حالا کلابریتیو که روی شبکه ساهارا بلاکچینه و خود بلاکچینش احتمالاً رایجه و یه شبکه خیلی خوبی هم هست. اکثرا کار با هوش مصنوعی، گفتی که هوش مصنوعی برای همه است و ما این کار به کاربرا این امکان رو دادیم که بتونن بیان حالا مدل هوش مصنوعی خودشون رو یا دیتا ستی اگه دارن اینجا برای ما ارائه بکنن و با هم دیگه همکاری داشته باشید. اینجا می‌بینید که فاندرزاش بایننس لبز اینجا خوش می‌درخشه. بریم سراغ خود کار اصلیش. اول اینکه ما باید فاصله بگیریم از این وبسایت به این بخشش و متامسک هم کانکت میکنم. خب حالا که میخوام والتمو کانکت کنم، گفته من میخوام شبکه ساهارا AI رو اضافه بکنم. میگم اضافه بکن، این یه شبکه تستیه برای خودشونه. بعد از اینکه کانکت کردید من متامسک رو میارم، از اینجا آدرسمو کپی میکنم و اینجا حالا خودش وارد کرده، نیازی هم نبود من کپی بکنم. بعد از اینکه والتتون کانکت بکنید اینجا خودش میاره. دیتینو بزنید و ریکوست. گفته که هر 24 ساعت یه دهم از این ساحره ها توکن درخواست بکن. وارد این بخش اصلیش میشم. خیلی از بخشای اینجا هنوز نیومده. اگه ببینید اینا کامیسونن، مثلا این مدل هایی که داره اینا کامیسونن، مثلا دیتا ست ها خیلی میتونن کاربردی باشن. والتمو به این کانکت میکنم. خب من والتمو کانکت کردم، وارد این بخش شد که باید یه دونه پروفایل برای خودم درست بکنم. یه دونه اسم گفته وارد کنید، تاریخ تولد، از همینجا مثلا یه تاریخ انتخاب میکنم یا مرتباً مثلا یه تاریخی به این شکل انتخاب میکنم. یه دونه ایمیل، مثلا میل، کانتری و لنگویج. این دوتا رو میشه نزد، این ستا رو. و اونایی که واجبه این بخشه یه دونه عکس از ما خواسته، عکس هم حتی میشه نزد. همین ستا رو پر بکنید میتونید برید مرحله بعدی. من همین الان پرش میکنم. خب من یکی بخشم پر کردم، یه دونه تصویر گذاشتم، ایمیل، لنگویج انگلیس و این رو انتخاب کردم. میذارم که کشور ایران. خب کرییت رو میزنم که اینو برای من بسازه. یه سری توضیحات برای من گذاشته که به چه شکلی اینا کار میکنن و من کامپلیت رو میزنم. خب بخش دیگه که داره، من اگه بیام پایین تر نوشته مای اسیت، اینو بزنم، نیو فولدر رو که بزنم یه دونه اسم و یه دیسکریپشن. This is my new کرییت رو میزنم. خب یه فولدری برای من درست کرد و من میتونم حالا یه سری اینجا چیزی آپلود بکنم. خب من مثلا میگم که داده هام اسمشون باشه مثلا دیتا ست 1، نوعش تکست، زبانی که داره عربیه و طالبات مارکی چیزی نداره و اینجا باید فایلمو آپلود بکنم. من چون فایل خاصی ندارم بدون تصویر اینجا آپلود میکنم، مشکلی هم نداره. حالا این تصویر رو مثل اینکه نمیشناسه، فقط تکست و CSV و JSON این فایل ها رو داره میشماره. من میام توی دسکتاپ و فکر کنم حسیان چیزی دارم، مثلا این نتورک رو از اینجا انتخاب کنم. این اطلاعات یه شبکه است که من اینجا وارد کردم و آپلود رو میزنم. خب این دیتا ست منه، رجیستر رو میزنم تا این تکمیل بشه. خب این با موفقیت درستش کرد. من کلوز رو میزنم. اینجا باید به هم نمایش بده دیگه این دیتا ستی که من برای خودم درست کردم. بله میبینید این دیتا ست 1 اینجا ساخته شده. شما میتونید بیاید مثلا 2-3 تا از اینا برای خودتون درست بکنید، چون کار خاص دیگه نمیشه اینجا انجام داد. اینا همشون